آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز. امروز 5 مارس این موضوع را داره. 19 سال اعلان حکم اکمال یوسفزاده کارمند پیشین وزارت کارهای داخلی و خویشاوندش برای ربودن و قتل یک آموزگار. آشی نخورده و دهانی سوخته. قانونگذاران روسیه میخواهند پول اخراج مهاجران پیش از ورودشان به روسیه ستانیده شود. و نهادهای قدرتی ولایت سوخت تصدیق کردند که سبب پرزور شدن تفتیش آدمان و ماشین‌ها در گذرگاه‌های مرزی قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر بوده است. خیلی گذشته نمیدونم که خیلی شوخه که شید کورشیدگی دیگه. دادگاه عالی تاجیکستان اکمال یوسفزاده подполковник وزارت کارهای داخلی را 19 سال از آزادی محروم کرد. دادرس یوسفزاده را بر ربودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت در ماه ایون سال گذشته گناهکار دانسته است. هرچند خودش و وکیل دفاعش گفتند افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت. همراه اکمال یوسفزاده خویشاوندی او اسماعیل جان شکوروف هم 12 سال زندانی شده است. قبلا دو وکیل دفاع شکوروف عیبنامه را رد کرده گفته بودند او از ربودن آموزگار خبر نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار کمک میرساند. دفتر مطبوعات دادگاه عالی در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت حکم این دو افسر 28 فوریه امسال صادر شده است. واکنش پیوندان آنها و هم نزدیکان آموزگار اسماعیل رحمانوف به حکم دادگاه تا این لحظه دسترس نیست. در روسیه پیشنهاد دارند که از مهاجران برای ورود به این کشور مبلغ ستانیده شود. قرار است طریق قانون در این باره به دومای دولتی ارسال گردد. مقامات روس میخواهند مبلغ‌های از این واسطه جمع شده را برای اخراج مهاجران قانون شکن صرف نمایند. مهاجران برای دریافت اجازه‌نامه اقامت موقتی باید کویتانسیا و یا رسید همین پرداخت را نشان بدهند. در این باره همکارمان کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. وکیلان روسیه می‌خواهند که به کادکس حقوق ویرانکنی مأموری تغییرات وارد کرده شود. فعلا اخراج مهاجران از حساب خود آنها، کاردهنده آنها و یا در بعضی حالتهای دیگر از حساب بودجه فدرالی صورت می‌گیرد. در طرح نو گفته می شود مهاجرانی که بدون ویزا به روسیه می آیند اگر مبلغ ورود را نسپارند اجازه درآمدن به این کشور را ندارند. در میان مؤلفان این طرح رئیس حزب روسیه عادل سرگئی میرانوف و چند وکیل دیگر نیز هستند که میگویند جاری شدن چنین پرداخت بار بودجه را سبک میکند و مقامات نباید برای اخراج اجباری مهاجران پول صرف کنند. مقامات روسیه میگویند که در یک سال اخیر برای اخراج مهاجران قانون شکن بیش از 3.5 میلیون دلار خرج شده است. در حالی که وکیلان دومای دولتی شدیدتر نمودن مهاجرت به این کشور را بررسی میکنند، نهادهای قدرتی در کراسنویارسک روسیه دست به کار شدند. در این ولایت روسیه کارمندان مرکزهای تستی بازداشت شدند که به مهاجران سرتیفیکات یا خود شهادتنامه تقلبی دانستن زبان روسی را تقدیم میکردند. بر پایه اطلاع وزارت امور داخلی روسیه در کراسنویارسک، نمایندگان شعبه کافتکاب جنایی 3 گمانبر را بازداشت کردند. آنها به تشکیل بودباش غیرقانونی مهاجران در قلمرو روسیه متهم می شوند. معلومات درباره شهروندان خارجی که از خدمت جنایی مرکز استفاده کردند بعد دادستانی فرستاده می شود تا اینکه حجت‌های به آنها داده شده طریق سود به اعتبار گردند. وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید کارمندان یک مرکز تجارتی تستی در دوام سال به خارجیان درباره دانستن زبان روسی تاریخ و قانونگذاری این کشور شهادتنامه‌های قلبکی دادند. به قول پلیس امتحان‌ها به طور رسمی گذرانده می‌شد، اما سوالنامه‌ها را خود نمایندگان مرکز تستی پر می‌کردند. سپس مهاجران این شهادتنامه‌های غیر قانونی را برای دریافت حقوق قانونی اقامت و کار در روسیه استفاده می‌بردند. طور معلوم کرده شده است در این مرکز بیش از 200 پرونده قلبکی امتحانها و شهادتنامه‌های غیر قانونی را تهیه نمودند. مفتشان نسبت به این حالتها پرونده جنایی باز کرده گمانبران حق بیرون رفتن از محل زیست را ندارند. همچنین گفته می شود در جریان رید در مرکز تستی نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات 30 مهاجر را بازداشت کردند. حالا قانونی بودن بودباش آنها را در روسیه تفتیش می کنند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. در آمریکا امروز معرکه مهمی پیش از انتخاباتی با نام سوپر سه شنبه برپا می شود که برای معین کردن نامزد هر حزب در انتخابات است. سابق پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد بر رقیبش از جمهوری‌خواه سابق سفیر آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی پیروز شود. باید گفت آوازدهی در 15 ایالت برگزار می شود و بر اساس نتیجه های آن نامزدهای اساسی انتخاباتی ماه نوامبر معلوم می گردند. همزمان در دیگر نقطه جهان ایران روز 1 مارس انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خود پارلمان این کشور برگزار شد. در این انتخابات کمی بیش از 40% رای دهندگان اشتراک نمودند. همکارم خیرامان بقازاده در گزارشش سبب بی‌توجهی مردم به این انتخابات را توضیح می‌دهد. رهبران ایرانی هفته گذشته شرکت در انتخابات را نشانه وطن دوستی نامیدند، ولی منعقدان به بایکوت آن دعوت کردند. این اولین آوازدهی بعد سرکوب اعتراضهای سال 2022 بود که حق بیشتر برای زنان، اصلاحات اقتصادی و همچند خواستار تغییر حکومت بودند. تحلیلگران میگویند که شمار آوازدهندگان خیلی کم بود، چون که هیچ یک طلب آنها در اعتراضها شنیده نشد. سبب این است که ایران غرق مشکلات زیاد است. خرابی اقتصادی، انزوای بین المللی، یک رژیم سرکوبگر و این همه به تغییر میماند. هیچ یک مشکل حل نشد. شمار نامزدان خیلی زیاد بود. تعداد زنان از گذشته ها بیشتر بود، ولی از 290 کرسی مجلس 245 کرسی اشغال شد و تنها 11 نفرشان را زنان تشکیل می دهند. در مجلس امروز شمار زنان 16 نفر است. نامزدهای پیشرفته اصلاحات طلب و یا منعقدی حکومت راه داده نشدند. تحلیلگران می گویند با چنین وضع به اصلاحات امیدوار شدن دشوار است. این که صداقت به رژیم نظر به دیگر خصلت‌های نامزدها در مرکز توجه است، به آن معناست که حاکمان ایران به متخصصان و تکنوکرات‌ها کمتر نگاه می‌کنند و حتی اگر آنها کدام نیت یا فکری جالبی را بخواهند عملی کنند شاید از دستشان نآید. در نتیجه بسته شدن فضای آزاد کسبیت کمتر می‌شود. روز 1 مارس در ایران اینچنین اعضای شورای 88 نفره خبرگان را هم انتخاب کردند که رهبری بعدی عالی این کشور را تعیین میکند. در ماه‌های نزدیک دوره دوم انتخابات برای کرسی‌های خالی مانده پارلمان برپا می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. افزایش موردهای کشف و مصادره مواد مخدر در گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان سبب بحث میان روزنامه‌نگاران با سران بنگاه ضد مواد نشه‌آور و هم ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوغد گردید. سالهای پیش با مقدار مخصوصاً کلان غیرقانونی انتقال دادن مواد نشه‌آور باعث سرگردانی صدها مسافران شده بود و به گفته مسئولان مقامات سال گذشته نیز چنین حالت آشکار گردیده است. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد. وقتی همین ماشین در بارگیری ده نمایندگان خدمات گمرک در ولایت سوغد میگویند آخر سال 2023 در گذرگاه فاتح آباد یک شهروند تاجیکستان را با بیش از 71 کیلوگرم هروئین دستگیر کردند. این مقدار مواد نشه‌آور را یک ساکن شهر استروشن در ماشین بارکش همراه با نوشابه‌های کوکاکولا به ازبکستان گذراندن می‌خواست. بردیم 3 شبانه روز در فاتح آباد مسجد همین بچه‌ها کوفتن همین ماشینا کار کردن سگامون کاتی کینولوگو کاتی وای کردیم 3 شبانه روز ده بعد سحر ده همون چیزا یافتیم بعد همون آدم گفت که ها دارم. ماه اوگوست سال 2023 گمرک ولایت تاشکند ازبکستان خبر داد که در گذرگاه آیبک ماشین با قریب 53 کیلو حشیش و بیش از 3 کیلو هروئین بازداشت شده است. مواد مخدر را در داخل ظرف گاز و سوزشواری ماشین جایگیر کرده بودند. با همین خاطر همین دو کارگر ما را دعوا آغاز کردند نسبت چون از کار رفتند. بین تاجیکستان و ازبکستان 13 گذرگاه واقع است. فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد جایگیر بوده یکی از گذرگاه‌های اساسی به شمار می رود.
سالهای قبلی هم اداره گمرک ازبکستان از داخل نقلیاتی که از تاجیکستان می‌رفتند مواد مخدر پیدا کرده بودند و این مسئله باعث سرگردانی صدها مسافر از دو جانب شده بود. تفتیش از طرف ما سخت شد. نظارت هست. ما در شعبه داریم، کینولوژی شعبه داریم که اونجا در رفته ایستادگی تمام ماشین هم این طرف او طرف اومدگی را سنجش کرده. آدم‌ها را سنجش کرده میبرویند. خیلی بود. در نشست خبری آژانسی نظارت مواد نشه‌آور این مسئله باعث بحث روزنامه‌نگاران با مسئولان این مقامات گردید که چرا با چنین مقداری کلان مواد مخدر در گذرگاه‌ها دریافت می‌گردد. آیا به این وضع کارمندان فوری این اداره خود را مسئول می‌دانند؟ فعالیت کارگری ما همش تجربهشون از 8 سال 10 سال زیاده فعالیت کاریشون بچه‌ها همش کارگری نزدن همش کوریخچون میدونن چی کنن نکنن نکی مسئله که گذشت رفت این خیلی یک گفتی آدمو که خطاگی نمیشه و یگان چی نمیشه ممکن خیلی گذشته نمیدونم نکی خیلی شو خیلی شیت کوری شدگی یک دیگه یک شبکه انتقال دهنده واسطه‌های نشادر آشکار کرده شده. این گفتگوزار در حالی است که رسانه‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی در بسیار حالت از آشکارکنی چنین جنایت پیشگان در داخل کشور از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی نمایش می‌دهند. در گزارش اخیر این مقامات که هفته گذشته نشر شد از دریافت 329 کیلو مواد مخدر خبر دادند که قسمی از آن در حدود ولایت سوخت آشکار شده است. این نظر به همین دوره یک سال پیش به حساب آژانسی نظارت مواد نشه‌آور در ولایت سوخت تقریبا 150 کیلوگرم زیادتر می باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه درباره زنی برایتان نقل میکنیم که نوارهای توپزنی او در شبکه‌های اجتماعی اکثریت را به حیرت گذاشت. رادیو آزادی هویت این زن را معلوم کرد. این نوارها در آسیای مرکزی زود پهن شدند. بعضی ها زن را خاله آسیایی رونالدو نامیدند و برخی هم مادری مسی. آدمان بحث کردند که او از کجاست؟ از قرقیزستان، ازبکستان و یا تاجیکستان. رادیوی آزادی او را یافت. قهرمان ویدیو گلقیز مهمت است. در ولایت قاشغر شینجان چین زندگی می کند. ملتش اویغور. با واسطه همکاران اویغور ما در بخش رادیوی آسیای آزاد راه تماس را با او پیدا کردیم، اما ننوشتیم تا زیان به او نرسد. سببش هم سیاست پکین نسبت به مسلمان ها در چین است. بسیاری از اویغورها، قزاق‌ها و قرغیزها را در این کشور به اردوگاه‌های بازتربیه می‌فرستند. مقامات چین در سال 2018 فوتبالباز اویغور عرفان را که در هیئت منتخب جوانان بازی می‌کرد دستگیر کرده بودند. و سوربوند خول محمدزاده معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان را از مقام آزاد کردند. قرار حکومت تاجیکستان در این باره روز 4 مارت امسال صادر شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت در اعلامیه گفت او به کار دیگر گذشت، اما منصب نوش را اعلان نکرد. خول محمدزاده همگی 1.5 سال پیش به این منصب تعیین شده بود. برکناری معاون وزیر انرژتیکا در پسمانظر سرما و بی‌برقی یک هفته اخیر در تاجیکستان صورت گرفت. در این روزها به سبب زهرآلودشوی از دود انگشت در شهر دوشنبه 6 عضو یک عائله از جمله 4 کودک جان باختند. و دوستان مهربان، در همین جا برنامه را خلاصه میکنیم. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو همیشه میتونید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و همچنین یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. فراموش نکنید که فردا شما رو در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط نمایید و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.